گیله چه اینجوری ششته ای؟ بیا بانه بزی چه نمیری خود نمیندازی؟ پول نیه مرتکه میگه پول ما پول مایه پول نداری هیچ چی پنجیرش تو خرچ کرد به پنجی که اصلا میخواد لبی بازی کنه گیلک برو به خوبی پول پول ندارم پیرم پول نمیده ما هم گیلک خو گیلک جو تو نداری به قرض بدی تا جمعه دیگه من یک اینجا یک دارم که میره خود نمیره لبی بازی میکنم اگه میریش تو میدارم خب گیلک برو غرایی که دیگه از خونه خوی از خونه هم سایه خوی هر چیز بدم دست بیاد بود جونویت تو خوبزی کارا تیزی میشه یا بفروشک یا بیار مصاحبه بس بده میشه اشته نمیشه تو که بازی کارا دیگه درجه یکی نمیتونی نون خشکی مایا نون خشکی نمایا نون خشکی میگم بور بفروشی پولا رو بیاری برز بدی مطلب چیزی باشه که بده آفرین بیار بده به صاحبه بس دل خوش به طور مقداره نون خشکی نمیده نه دیگه برو ما مگم برو خدافظ نداری پول به قرض بدی من یک پنجه دارم خود میگذی میکنم چرا حالا بچه اینجا شیشتی؟ بازی میکنی؟ ها؟ پول ندارم خب که نداری اینجا نشی بخی برو با خونگاه خوب برو بخی نفر چنده ماما 50 روپیه نمیشه ما برو مال بازی کنه با شو جمعه نه، دیگه این نمیشه. جمعه نه جمعه دیگه نه پول مگم نخ پول خوب بدی بخزا چیز میز یانور میداره ماما چی چیز میز بر میداری؟ چی بر میداری؟ یک چیزی برو مسئله بیارم ور میداره بازی کنه خوش دارم بازی پول بیار چی می بیاری؟ هر چی به دست ماما چی مثلا؟ نمیفهم برو منجوگا دیگه سرار هر تعریفی چی به دست تو آمد پول نخ کور بیار که من تو رو بگذارم بازی هر چی باشه ور میداره ما میگم هر چی باشه نه تو چی می بیاری؟ ما میرم منجوگا سعی کنم که راه رقم پیدا کنم که راه رقم بالا چی گرد میشه مثلا می بیارم برو سعی کنم چی میاری باز بیارم ما ور میداری ما تا با شم لکه بازی کنم ما وی تاگه باشه ما زودی میارم چی میاری که من بفهمم هر خود چی- دوزی نکنی چیزی نه بیاری نه ما به جمع نه خب ما آخه. دوز میم ماما برو سعی کنم چه کار میکنی شما ما پیدا میشه چی خواهد برم گیر کن نمایم گیر بابر ویر نمیده این تکسی ها مرتکه و بنزین نمیگذاره سبب که مرغ بیبی خور بردارم دم باشه
بچه خالت بیاین شما یک دقیقه. لالا جان همین مرتکاتی که حوز داره شما رو بازی کردی؟ بله. همین حوز همین مرتکات حوز همین مرتکاتی که پول مستون حوز داره کجایه؟ اون اینجا. یک زحمت نمیشه اونجا با شلوغ بعده. همین میشه برین صدا کنی. باشه. سلام دیدم غرفه لالا. چی آمدی؟ چی آوردی؟ آنا برو. مرغی آوردی؟ خدا واسه. از کجا آوردی؟ یا بیبی منه. دوزی نیه. خب همین میفروختی باز میامدی باز میامدی. برار جتایر بفروشون که خودم ماه مبارک رمضان نگه سال میآیه. اسم تو چیه؟ کی؟ اسم تو. نمشته میکنی؟ آه. اسمم چه؟ اسم خود مدگه یا اسم مرغ؟ اسم خود تو، اسم مرغ که مرغ میفهم. نه خروسه. قال بگذاریم اسم خود تو چیه خاطر نوشته میکنم. این خروس تاجدار. اسم خود تو. نه اول مرغ نمیشته کنیم ماما. این مرغ نوشته شد برو. اسم خود تو چیه؟ تاجداره. هم تاجداره. خب. بیتر یا دست تو خلاص. گیلک. مادر مزرگونه. نمای اسم مادر تو. فقط اسم خود تو. خوب. پیار چی؟ پیار نمای. پیار. پالو کلبال میده. همه نوشته شد خلاص. برو. بیا که بریم دام غرفه بریم که با تو تکتی هم بدم. حال ایر برای ما آوردی دیگه آقا پینی رو بزی میکنم تا شما ما دیگه گفتیم رو بزی کو سادش تو باشه خب خروسه روز هفته تخمرغ میکنه خروس هم تخمرغ میکنه کاکا جو گردن بند باشی ها این از این خروسا چیزه This is fountain in افغانستان خود دست کاکا بیا برو دام غرفه برو که تکت بده حالا به تو همون فرما بده ترخیص ماما تکت روش که باشه به تهوز خوده بچه ها خودتر هم هستم اونا رو به عذاب نکنی باز بالا شدی؟ خنوکه ای او تو قصه خنوک بنده خنوک میخورم من اینه چریدم قفص وایه کو مرغمه کو مرغمه اینه مرغمه چی شده نکنه شغل به خالی آمده مرغمه رو خورده
سیکو تو niye geldin oğlum? تشکر تو زمین شخ شده این مرغ مدیره رفته این جوجه خوردی بود که من بیاورده میره جمع میکردم رو دو تا تخم میکرد دو تا تخم آره گیلک هم میای بیا کجا بیدی؟ کجا بیدی؟ چی؟ چه لباساتو تره؟ رفتم نویزی همین مرغ من ندیدی گیلک جو کدوم مرغ؟ همین مرغی که ندیش تو تقفه مرغ سیاه تو؟ آه نه من میتونم که او بیزی که نمیتونم گوشم او رو تکاله نمیفهمه چی میگی یعنی ندیدی گیلک جو بیا برم این زمین ها با پالی برو من نیم ساعت یک ساعت 2 ساعت با به پالو برد مرغ خوب مرغ تو گم شده؟ آه تفلا چکر کنم کجا با پالو گیلک البته شغال برده بود نه چون شغال نخورده باشه بود او نی دو قفاسی بسته بود گیلک جو بیا برم این زمین ها چردی برای با پال بیا برو برو دگه براره من خبر داری که من اخورتکی که من که چلچله که بدم دست خود بجون مرغ بزنم من پرست مرخواست میگیره میترسم از تو هیچ کس چی کنی از تو خیر نمیره بگر خود تو برم سی کجا میری؟ برو بپالو خب این شاید برفته باشه شوروا شده باشه حاله آه بیخی تفلایی خبر نداره که مرغ برم علیه بشیم نگاه مرغ قیافه بگیر خود همه تا برو مشاهده برات و سرا دوباره مسکن بیچاره یردم شد مرغ کاله بگه کت روال مرغ وزمه به حسی میکنه گردن ما من باشینیم جمعینه که پیار به پول نده خاره میبارم میدن بالی اوست خاره میبارم میدن قرار بالی بیزی گفتم باکن پیچ خبر گوه ماده باشه نیه کسی من چکار کنم با گجار بپالم چی عباس بله میگم افسای جو عباس جو همین مرغ من ندیدی تو خوران میپلی چی؟ آه ایت 2 ساعت 3 ساعت ما برده این مرغ خونم من تو زمین شخص شده همین مرغ داری رفته مرغ تو؟ آه گم شده آه نیه صبح بری اون دونه برده میبینن تقفاز خونیه هرچی ای بر با پال او بر با پال هیچی اصلا دیگه خب بعد وقتا این در سرا کوا باشه در سراش ما مرغا میه به سرا میه کجی مگه سرا رو بپلی علاق شدم اپلیده مرغ من از کی کجار با بوده؟ پالم به دست کسمسی جاموی تا زمینی ندیدی نه اگه من میدیدم خب میگفتم نه ندیدم چخوا کجار با پال بپل دیگه این زمینه و چهاردوبر بپل پیدا میشه نه ای عمودم به گیلک گفت پول نداره گفت تگ نگفتم برو به خونه هرچی به زیر دست تو مادور در بیار بده به صاحبه اوز این نکنه مرغ برا خور بردشته باشه بیارده باشه بده باشه به صاحبه اوز 100% این مرغ بردشته بیارده او ایت خو غیر از این که این پول مرغ
کشیده گیلک کردش تا بیارده باید سایبه است کشیده هیچی برو مرغم چی کردی؟ بله مرغم چی کردی؟ کدوم؟ الله واخی مرغم تو میگم کدوم مرغم چی کردی؟ شتا مرغه؟ مرغمه اتا قفص به در کردی کجا کردی؟ در دهن من باید باشه که نمیدونم مرغ تو دیده باشه راست بگو بیا ایشان بیا میگو تو نمیدی مرغشو به دست گیلک بجایی میرفته اصلا راست ما دست مرغشو بچه کجا میرفتی؟ الله دورم بگم دورم بگم مرغمه چی کردی بگو چی کردی راست بگو حالا من نیدم دست تو کجا میدی؟ بخی سوچو بگو بگو چی کردی مرغ؟ خوش داشتم بردم و دنباله ببری مرغ پنسدی من ببینی بدهی بالا بگی خودتو برو بخی مسجی میشناسه بخی